یه روز تو پمپ بنزین بودم، چقدر هم شلوغ بود لاکردار. یه 450 جلوم بود، رانندش هم این لوتیا به نظر می اومد. پشت شیشه ماشین ریز نوشته بود ایشالله آزادیت رفیق. کنجکاو شدم رفتم به بهونه فندک پیشش. گفتم دادا فندک داری؟ گفت فندکم دارم. همینجوری که داشتم سیگار رو روشن میکردم گفتم نوشته پشت ماشین چی میگه؟ گفت داستانش طولانیه. گفتم میبینی که صف بنزینم بد شده. تعریف کرد، گفتش من راننده شوتی ام. یه روز بار مشروب داشتیم تا خرخره هم پر بود ماشین. گشت پیچید بهمون، دور زدیم اتوبانو داشتیم خلاف میرفتیم. پلیسا ولکن ماجرا نبودن. رفیقم هم با یه پارس مشکی خیلی ملو داشت پشتم میومد. میدونست که منو بگیرن دیگه در اومدنم با خداست. خودشو اسیر کرد تا من بتونم فرار کنم. ببین تعصب کشی مجازی رو بذار کنار. یه جا گیر کردی ببین کی باهاته، کی حتی حاضر جونشم واسط بده. رفیق خوب تبلیغ نمیخواد. تو هم اگه حس میکنی داری این رفیقا بفرست واسش.